این سنگ‌های گرانبها داریم، چرا یه ارزش افزوده عجیب غریبی ازش نمیگیرید؟ تو چقدر خنگی. سنگی که قیمت طلا داره ببر صادر کن. چه کسی اون چیزی که من بر شما حلال کردم و بر شما حرام کرده. شرکت روشنروز، مرکز اطلاعات سنگ ایران. این عادت هست، عادت های من و شما. یه عادت جدید آوردیم، آروم آروم این عادت جدید رو چکار کنیم؟ جایگزین عادت قبلی میکنیم. The old pathway gets used less and less and weakens. حالا یکی ضعیف شد. Is neuroplasticity in action by rewiring our همجوری که brains. آدمی که استراب داره. If you have ever changed a bad این habit وایرینگش or عوض thought میکنیم، about something تبدیلش میکنیم به differently, آدم بدون you have استرس. خبرهای خوبی گرفتیم. امروز به مدد اینو داخل پرانتز بگم، آلزایمر رو الان میتونیم متوقفش کنیم. خب کم شنوایی رو داریم درمان میکنیم. در واقع نابینایی تقریبا میشه گفت درمان شد. همش به مدت نوروساینس. آره، مغز این انعطاف پذیری عجیبی داره، عین یه مومه. فقط شما تغذیه کافی بهش برسونید، آب کافی بهش برسونید، شکر بهش ندید. شکر دشمن مغزه. شکر آره، دشمن مغزه. اونو بهش ندید. تحرک بدنی کافی داشته باشید، بقیهش خودش بهت میده و بهش آموزش بدید. مغز ببین خودش نمیفهمه، این کامپیوتریه که در واقع میتونه یه پردازشگر بسیار قدرتمندی داره، ولی شما تا داده بهش ندی نمیتونه کارشو انجام بده. خیلی وقتا داده هایی که بهش دادیم داده های اشتباهی بوده. یه سری چیزهایی تو گوشمون خوندن. تو از بچگی بچه موقعی که بزرگا دارن حرف میزنن تو حرف نزن. موقعی که معلم داره درس میده تو سوال نپرس. نمیدونم و یا خدای نکرده تو چقدر خنگی. خب مغز اینو حفظش میکنه، تو خودش نگه میداره. و تو بزرگسالی همش تکرار میکنه. من خنگم، ریاضیو نمیفهمم، حساباتو من نمیفهمم، این یکی رو نمیفهمم. تازه به اینجام رسیدم. چی بوده؟ آفرین، شانس بوده. مغز یه حسه که حماقت خودش داره، گوش نکنید به حرفاش. آره، خیلی وقتا یه حسی میاد سراغمون، شنیدین؟ میگه که پرویز تو شانس آوردی رفتی درس خوندی، شانس آوردی که صاحب شرکت شدی، شانس آوردی که در واقع بیزینس جا افتاد رسید به اینجا. نه آقا، هیچ شانسی در میان نیست. گوش نکنید. پیر شدم. ما یه هم کلاس داشتیم. اون موقع من 30 سالم بود دیگه. البته الان 24 سالمه. برعکس رفتم. بهش گفتیم پیرمرد 67 سالته، تازه اومدی درس بخونیم. آره، گفت که یکی از بچه‌ها بهش گفت به مردن فکر نمی‌کنی؟ گفت وقت ندارم به اینجور مزخرفات فکر کنم. در واقع به این فکر نکنید که یه استادی داشتیم همیشه این صحبت رو تکرار میکرد. من صحبتم رو با صحبت ایشون تمام میکنم. هر روز میتونی متولد بشی. خب تصمیم بگیر. همین امروز به دنیا آمدی، تاریخ تولدت امروزه، همین امروزه، همین الانه. اگر
با خودت شرط ببندی که بری جلو و زندگی بهتری داشته باشی، زندگی بهتر. یه آیه قرآن که چه کسی اون چیزی که من بر شما حلال کردم و بر شما حرام کرده؟ کی؟ خودم. موقعی که از ظرفیت‌های و توانمندی‌های خودم استفاده نمی‌کنم، پس اون کسی که در واقع این ظرفیت از من گرفته کیه؟ خودم. و شروع کنم با یه سری تمرینات ساده. نوروپلاستی اصلا تمرینات پیچیده‌ای نداره. اصلا با تمرینات ساده شما میتونید زندگی نوعی رو شروع کنید، بیزینستون توسعه بدید، از ریسک کردن نترسید. برای اینکه موفق بشید میتونید موفق بشید. مسیر بازه، ولی فقط مغز یه سری مشکلات هم داره. ما الان روماتولوژی رو میشناسید دیگه که یکیشو بهش میگیم روماتیسم. اون ناشی از عملکرد غلط مغزه. الان متوجه شدیم مغز کدهای اشتباهی میفرسته و باعث میشه در واقع ما روماتیسم بگیریم. این هم میشه متوقف کرد. تا کدام میتونیم کدینگشو عوض کنیم. این کد نویسای کامپیوتر هست، کدشو عوض کنیم. خب این رو درست کنید به سمت جلو رفتن. میتونید سنگو تبدیل کنید به چی؟ طلا. خوب متوجه میشیم. سنگو تبدیل کنید به طلا. سنگی که قیمت طلا داره ببر صادر کن. نه سنگ 10 تنی رو سنگو تبدیل کن به چیزای کوچیک. اون تراشه‌های کامپیوتر میدونی چی هن دوستان؟ نه، یه نوع سنگن. میدونستید؟ آره، یه نوع سنگن. تراشه‌های کامپیوتر یه نوع سنگن دیگه. همون سنگایی که شما توش متخصصید. هنوز خیلی چیزا رو ما در مورد سنگ نمیدونیم. چرا نمیان؟ ما این سنگای گرانبها داریم، چرا یه ارزش افزوده عجیب غریبی ازش نمیگیرید؟ اینقدری که در بیارم که زندگیم بگذره. یه خونه تهران و یه خونه شمال و در واقع 2 تا 3 تا ماشین هم داشته باشم، کافی. خوبه. و شرکتم بگرده. آقا از این سنگا میشه دنیای ثروت ایجاد کرد. یه خونه 2 خونه چیه؟ ولی موقعی کسی نمیخواد، خب نمیخواد دیگه به زور که. خب جان سوال. نه، هیچ چیز ثابتی وجود نداره دوستان. IQ نتیجه اینه که در واقع شما کم تلاش کردی. حالا شما یه تمرین ساده بهت میدم. برو یه کتاب این تمرینات حل مسئله چیز هست، هوش و اینا، تو بازار جلوی روبروی دانشگاه تهران میفروشن. اول یه تست هوش از خودت بگیر که هست زیاده دیگه. بعد 2 هفته برو این تستا رو بزن. خب بعد از 2 هفته برو دوباره همون تست هوش، نه یه تست هوش دیگه بگیر بزن، ببین چقدر راحت داری میزنی. IQ جوکه گذاشتیمش کنار. خیلی وقته ما IQ رو خیلی وقت گذاشتیم کنار. اصلا IQ دیگه مطرح نیست. تموم شد. ما یه چیز جالب، هفته پیش ما به نتیجه رسیدیم که کسانی که از مغزشون زیاد استفاده میکنن بیشتر عمر میکنن. اینو جدی میگم. ما اوورتینکری یک مرضه. اوورتینکری برای مغز سمه. دوستان هیچ وقت اوورتینکر نشید. یعنی هی بشینی در مورد یه چیزی فکر کنی مغز داغون میشه. این یه CPU مغز که CPU کامپیوتری که دچار ویروس شده هی داره کار میکنه آخرش میسوزه دیگه. مغزم همونه. این که میگم کار بکشید، نه اینکه روی یه چیزی همینجوری فکر کنی. نه. آره
خودتون در معرض مغز رو به چالش بکشید. همش آره مسئله بذارید، سعی کنید مسئله رو حل کنید. البته تمرینات زیاد داره که در واقع مغز رو امروز مغز یه فرد چیزی حدود مثلا 70 ساله رو میشه تبدیل کرد به فرد مغز یه آدم حدود مثلا 30-35 سال با نوروپلاستی. خودش رو بازسازی میکنه. فقط دوستانی که اینجا کی آتورواستاتین و روزاواستاتین میخوره؟ زیادن درسته؟ قرصای ضد چربی. سعی کنید با تغذیه، چون ببینید مغز از چی ساخته شده؟ کلسترول. البته نمیگم نخورید ها، سعی کنید با رژیم غذایی ترکش نکنید. قرصی که دارید میخورید مطلقاً ترکش نکنید، ولی سعی کنید با رژیم غذایی درستش کنید که کم کم اینو از در واقع چیز خارج کنید. چون کسایی که روزاواستاتین میخورن، آره آخرشه، روزاواستاتین میخورن بعد از یه مدتی دچار فراموشی میشن. البته نگران نشن، اون فراموشیه دوباره برمیگرده، یعنی اون حافظه دوباره برمیگرده، یعنی اون پایدار نیست. ولی با رژیم غذایی، با تحرک بدنی، من میبینم به دوستان داشتم میگفتم، با در واقع طرف میخواد بیاد یه سنگک بگیره، با ماشین شاسی بلند میاد، همسایم بلند شو راه برو، میگه چطوری آلزایمر نگیرم، میگم راه برو، میگم چطوری سکته قلبی نکنم، میگم راه برو، میگه چطوری مغز سالمی داشته باشم، میگم راه برو. والله سخت نیست. بخندید و خندم یادتون نره. رابطه اجتماعیتون هم قوی تر کنید، تعاملاتتون رو قوی تر کنید تا مغز سالم بمونه. مرسی جان. سنگ پلاس، رسانه صنف سنگ.